به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان محترم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جلسه پنجم از تدریس شیمی عمومی 2 رو در خدمتتون هستیم. جلسه قبل یه تمرین داده بودیم، اون رو حل میکنیم. پروپانوئیک اسید که یک اسید ضعیف تک پروتونی است و در محلول 25 صدم مولار به مقدار 72 صدم درصد یونیده می شود، ثابت یونش این اسید چه مقدار است؟ گفتیم که زمانی که شما اون اسید براتون ناشناخته است و بنیان آنیونیشو واقعا نمیدونید چطور بنویسید یا سختتونه بنویسید، کافیه شما بریزید HA، چون ما همیشه اسید تک پروتونی به شما میدیم. تو این قسمت خودش هم اینجا بیان کرده، یعنی یه دونه هیدروژن داره و یه بنیانی، حالا یه بنیان Cl منفی باشه، CH3COA منفی باشه، پروپانوئیک اسید اون قسمت پروپانوات باشه، مهم نیست، مهم که یک بنیان منفی داره. پس میتونید به صورت HA بنویسید که حالا اذیت نشید. رفت و برگشتی گذاشتیم چون که خودش به ما گفته اسیدمون ضعیفه. پس HA میدهد H مثبت به اضافه A منفی. خب توی مسئله گفته که در ابتدا پروپانوئیک اسید 25 صدم مولار بوده. خب خیلی هم کم تفکیک شده، درسته؟ خب ما با استفاده از این آلفایی که بهمون داده میام و ثابت یونش رو یا همون ثابت تعادل رو به دست میارم. آلفا یا همون درصد یونش برابر است با مقدار یونیزه شده یا همون X به مقدار کل ضرب در 100. به ما گفته 72 صدم درصد. گفتم اگه بخواین 72 صدم درصد یعنی همون 100 رو اینجا بنویسید، دیگه لازم نیست 100 رو اون سمت معادله بنویسید. جای مقدار یونیزه شده X قرار میدم. چرا؟ چون این میشه 25 صدم منهای X، این میشه X، این هم میشه X، درسته؟ پس مقدار یونیزه شده ها X، یک دونه از X ها رو میذارم به روی 25000. X برابر است با 25 صدم. 25 صدم ضرب در 72 صدم تقسیم بر 100، جوابش در میاد 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 3. خب این X چیه؟ هم اینه غلظت A منفیه، هم غلظت H مثبته. خب ما غلظت HA رو گفتم باید بنویسیم غلظت اولیه که مثلا اینجا 25 صدم منهای X. خب اولا این مقدارش خیلی خیلی کم یونیده شده و این عدد 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 3 در مقابل 25 صدم خیلی عدد کوچیکیه. اگه یادتون باشه اون سوالی که من حل کردم اولا درصدش بیشتر از این بود که یونیزه شده بود، بچه‌ها اون 1/10 بود، یعنی اونقدر بالا نبود. الان این خیلی بالاست، 25 صدمه و این مقدار خیلی خیلی کمه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که نگاه کنید کای A رو که من نوشتم H مثبت در A منفی به روی HA برابر است با، خب این دوتا چی میشه؟ این Xی که من به دست آوردم 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 3 به توان 2 نوشتم. خب فرق نمیکرد، میتونستم 2 بار این عدد رو بنویسم در هم ضرب کنم، برای که کوتاه‌تر بشه نوشتم این به توان 2، درسته؟ خب نگاه کنید اینجا منظورم بود جای HA نوشتم 25 صدم، یعنی اگه من حتی 25 صدم رو منهای این میکردم زیاد تاثیر نداشت. میخواین شما خودتون انجام بدید، زیاد تفاوتی روی این مقدار و مقدار نهایی نداره، برای من نذاشتم، درسته؟ منهاش نکردم، اما هیچ موردی هم نداره. شما طبق حالت عادی، چون من کتاب اینجوری حل کرده بود عمدن اینو براتون آوردم که بگم اگه یه جای اینجوری دیدید نگید چرا X ازش کم نکرده، ما حتما باید غلظت HA رو بنویسیم غلظت اولیه منهای X. عمدن آوردم شبیه کتاب که متوجه بشید گاهی اوقات این کار انجام نمیده، اما برای که شما همیشه یه حالت پیش برید و اذیت نشید، همیشه اینو غلظت اولیه منهای X در نظر بگیره. حالا X خیلی خیلی هم کم باشه شما ازش کم کنید و اینجا بذاریدش که دیگه حالا این چیز رو نداشته باشید، ترس رو نداشته باشید که حالا کم کنم، این زیاده، این کمه، چیکار کنم، درسته؟ پس شما همیشه همون مثل قبلی که من حل کردم X ها رو اینجا بذارید، این مقدار اولی هم هرچی از هرچی X به دست اومد منهاش کن دیگه، هرچی از اینجا نوشتی زیاد روی جواب شما تأثیری نداره. پس برای که نگران نشید، نگید حالا من چه موقع متوجه بشم X هم کمه که از این کم بکنم نکنم، مشکلی نیست. شما همیشه این مقدار Xی که به دست میارید از مقدار اولیه کم بکنید و توی فرمولتون بذارید. خب بریم سراغ ادامه تدریسمون.
یه نوع مسئله دیگه میخوام براتون حل کنم. خب گفتم که اینا کلا مسئله است، یعنی از این بعد ما هر توضیحی هر چیزی رو میخوایم بگیم یه مسئله به شما میگیم، حالا مثلا نکات توش رو در میاریم. پس من حالا یه نمونه حل کردم براتون، حالا آلفا و کا داشت، یه نمونه دیگه اینجا رو براتون حل میکنم. همینجور مسئله باید حل کنیم تا مباحث توی فصل 2 و فصل 3 مون ان شاءالله تمام بشه. خب مثال بعدی که من براتون در نظر گرفتم رو ما هم مرحله به مرحله پیش میریم. گفته که غلظت‌های همه اجزای موجود در اسیتیک اسید 1 مولار در 25 درجه سانتیگراد را معین کنیم. نگاه خوش گفته غلظت‌های همه اجزای موجود در این. نگاه کنید اسیتیک اسید که من میدونم CH3 COOH هست، رفت و برگشتی میده چون میدونم اسیتیک اسید ضعیفه. چی تولید میکنه؟ CH3 COO منفی به اضافه H مثبت. خب چی ازت خواسته؟ گفته تمام غلظت‌های همه اجزا، یعنی این و این غلظت‌هاشو برای من پیدا کن. حالا یه داده‌هایی هم بهت میده، اما اون چیزی که ازت میخواد تو این سوال اینه که غلظت این سه تا رو براش پیدا کنی. درسته؟ خب ما هم طبق حالا موردی که توضیح داده بودم خدمتتون نگاه کنید، چون این اسید ضعیفه، این هر چی باشه خودش مولار اولیشو داده 1. درسته؟ حالا ممکنه 1 دهم بده 25 هر چیزی به ما داد، چون مولار اولیشو داده من میسم 1. درسته؟ 1 منهای x میدهد x. این چیز ثابتیه دیگه، ما نمیدونیم چه مقدار از این اسیتیک اسید داره تبدیل میشه به این یون ها. درسته؟ فقط میدونیم یه مقداری تبدیل میشه. درسته؟ پس کار ما اینه که این x رو به دست بیاریم. وقتی این x رو به دست آوردیم خب جای این میشه x، پس غلظت H مثبت میشه x، غلظت CH3 COO منفی من میشه x، غلظت این هم میشه 1 منهای x. خب به دست اومد همه غلظت هایی که ازم خواسته بود و من به دست آوردم. درسته؟ پس شما اینو قرار میدید که حالا با توجه به داده هایی که بهتون داده بتونید مقدار x رو به دست بیارید و بعد غلظت های یکی یکی اینا رو بتونید محاسبه کنید. خب ما اینو نوشتیم براشون. حالا گفته یک برای CH3COOH یا همون مقدار کای A رو داده، ثابت یونش یا ثابت تعادل رو بهتون داده 1/8 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب من اول فرمولش رو بنویسم، کای A برابر است با، خب دیگه نمی‌نویسم غلظت این در غلظت این تقسیم بر این، دیگه جوابش رو نوشتم براتون، میشه x در x که میشه x2 به روی 1 منهای x. درسته؟ خب این میشه فرمول ثابت تعادل من. جای کای A میتونم چند بذارم؟ 1/8 ضرب در 10 به توان منفی 5 خودش بهم داده. درسته؟ خب الان نگاه کنید، من اگه بخوام طرفین وسطین بکنم، حالا اینجا کاملش نوشتم، میشه x2 برابر است با این عدد در 1 منهای x. اگه خواستید، حالا چون من کامل نوشتم شما میخواید قبلش هم اینو بنویسید، پس اگه من طرفین وسطین میکنم میشه x2 برابر است با 1/8 ضرب در 10 به توان منفی 5 که در 1 میشه همون عدد منهای 1/8 ضرب در 10 به توان منفی 5 x. حالا اگه همه رو بیاریم یه طرف تساوی، کلن این میشه x2 به اضافه این عدد x منهای این عدد. درسته؟ برابر با 0. خب این میشه یه معادله درجه دوم. معادله درجه دوم احتمالاً خوندید. درسته؟ توی ریاضی. پس میشه یه x2 داریم، یه x داریم و یه عدد ثابت c داریم. درسته؟ خب این معادله درجه دوم چطور حل میشه رو خب احتمالاً خوندید و من یه مرور میکنم. ما به ضریب x2 میگیم a، به ضریب این ترکیبمون که همراه با x یعنی این قسمت میگیم b، به این قسمتی که هیچ x یا x2 هیچی نداره یعنی عدد ثابتی هست میگیم ضریب c. خب اینجا ضریب، یعنی اینجا a مون 1 هست، یعنی ضریب x2 ما 1. اینجا ضریب x مون یا همون b 1/8 ضرب در 10 به توان منفی 5. c مون که عدد ثابتیه منفی 1/8 ضرب در 10 به توان منفی 5. میدونید که برای حل کردن معادله درجه دوم باید x برابر است با این فرمول رو باید حفظ باشید، منهای b منفی و مثبت رادیکال b2 به روی 4 b2 منهای 4 آسی تقسیم بر 2a. درسته؟ خب شما دیگه همه اینا رو بذارید اینجا دیگه تو فرمول، منهای b به اضافه و منهای رادیکال b به توان 2 منهای 4 تا ac تقسیم بر 2. خب x رو اگه به این روش به دست بیارید این مقدار میشه.
خب این مقدار میشه، شما خب میگید x که به دست اومد راحت دیگه، میشه غلظت H مثبت برابر است با غلظت CH3COO منفی، میشه این مقداری که به دست آوردیم. غلظت این هم میشه 1 منهای این مقدار که میشه 99 صدم مولار. خب این روش طولانی بود، درسته؟ نگاه کنید ما مجبوریم به این روش بریم. دقیقاً تا اینجاش خوب بود. وقتی رفت تو ریاضی و معادله درجه دوم شد و اینا، مطمئنم تو امتحان برای شما سخته که این کار رو انجام بدید. خب پس چی کار کنیم؟ خوب دقت کنید. مسئله رو که سخت نبود، چون ما اینا رو گذاشتیم، فقط تا گذاشتیم توی فرمول خواستیم x رو به دست بیاریم، برای ما سخت شد، درسته؟ چون معادله درجه دوم شد دیگه، بقیه‌اش همش شد ریاضی. خب دقت کنید چرا شد معادله درجه دوم؟ به نظرتون چیکار کنیم که معادله ما از معادله درجه دوم در بیاد و حل کردنش آسون بشه؟ من یه راهنمایی میکنم. x طوری که مجبوری داشته باشی، درسته؟ نمیشه یکش حذف کنی، اصلا توی جزء فرمولتونه. اما نگاه کنید اگه جای این مقدار CH3COH به جای 1 منهای x بذاری 1، یعنی این منهای x رو براش نذاری. مثل سوال قبلی بود که براتون حل کردم، گفتم این بعض وقتا اینو نمیذارن. بعض وقتا x اینقدر کوچیکه در مقابل این عدد که ما معمولا حسابش نمی کنیم برای اینا سر جاشون، کار به اینا نداریم، اما اینقدر این x در مقابل اون عدد بزرگ کوچیکه که ما اصلا این x رو حساب نمی کنیم. شما حساب کن الان اینو ما حساب نکردیم، جاش میذارم 1، درسته؟ خب معادله من میشه x2 برابر است با این عدد. خب درسته؟ اصلا میگم x2 برابر این عدد، یه جذر میگیرم x هم به دست میاد. یعنی شما با یه جذر گرفتن x تون به دست میاد، درسته؟ یه اصلا لازم نیست این همه مسئله حل کنید و بخواید ریاضی حل کنید و تو این فرم مثلا درست میرید اشتباه میکنید و منفی مثبت ها رو درست میذارید، جواب آخر درست به دست میاد یا نه. خب چیکار کنم؟ آیا من میتونم همیشه از x صرف نظر کنم؟ خیر. ما یه راهکار به شما نشون میدیم که بعضی اوقات میتونید اینجا از x صرف نظر کنید و مسئله‌تون رو ساده کنید و حل کنید، اما بعضی اوقات نمیتونید این کار رو انجام بدید و ناچارید از معادله درجه دوم برید. پس لطفاً معادله درجه دوم حتما یاد بگیرید، یه دو بار حلش کنید. مثلا همینه که من به شما گفتم، این جایگزینا رو انجام بدید ببین به این عدد میرسید، پس حتما معادله درجه دوم یاد بگیرید. اما ما الان تو اسلاید بعدی به شما نشون میدم چه موقع میتونیم x رو حذف کنیم و معادلمون رو ساده تر کنیم. پس شما سعی کنید اول به اون روشی که ساده است حل کنید، اگه نه خلافش ثابت شد و نشد به روش ساده، مجبوریم بریم به روش همون معادله درجه دوم. الان یادتون میدم کامل. خب در صورتی که x عدد بسیار کوچکی باشد، میتوان از آن در مقابل عدد بزرگ صرف نظر کرد. به عنوان مثال در نمونه قبلی به جای 1 منهای x برای غلظت اسید میتوان 1 را به کار برد که مجبور نباشیم معادله درجه دوم را حل کنیم. خب حالا من از کجا بدونم این x کوچیکه یا کوچیک نیست؟ این تو نکته بعدی گفتم بهتون. اگر xی که به دست میاد کمتر از 5% ماده اولیه باشد، میتوان از x در مخرج کسر صرف نظر کرد. اما اگر x بیشتر از 5% ماده اولیه باشد، باید این معادله از طریق معادله درجه دوم حل شود. خب منظورم چیه؟ برگردیم به اسلاید قبلی. میگه شما چیکار کنید؟ اولی که میخواید این کار رو انجام بدید، درسته؟ فرض کنید این خیلی کوچیکه، فرض میکنید اینو جاش 1 میذارید، x رو به دست میارید. x رو به روش ساده که یعنی یه جذر گرفتن به دست میارید. حالا که x تون به دست اومد، میاین نگاه میکنید باید شرط برقرار باشه. شرطش چیه؟ اینکه این مقدار xی که شما به این روش به دست آوردی از 5% ماده اولیه بیشتر نباشه. اگه این xی که به این روش ساده به دست آوردید از مقدار اولیه شما 1 دیگه، 5% 1 میشه چی؟ 500 دیگه. 5% 1 میشه 500، درسته؟ خب اون مقدار x شما اگه از این 500 کوچیک‌تر باشه، میگیم آه اوکی ما مشکلی نداریم و x تون مورد قبوله. اما اگه نگاه کردید xی که به دست آوردید بیشتر از 5% ماده اولیه بود، میگید اصلا این روش مورد قبول ما
نیست. x یه مقدار بزرگیه، درسته؟ پس ما این روش رو قبول نمی کنی. کلا اون کاری که انجام دادی و x رو به دست آوردی خط میزنی، شروع میکنی به همین روش عادی و حل کردن معادله درجه دوم x رو به دست میارید. خب تمام این صحبت هایی که من کردم اینجاست. گفته که پس برای حل این گونه مسائل ابتدا فرض میکنیم که مقدار x بسیار کوچک است و از آن در مقابل عدد بزرگ صرف نظر میکنیم و معادله را به روش ساده حل میکنیم. بعد از به دست آوردن جواب تست بالا را انجام میدهیم. بالا منظورم حالا اون متن قبلی است. اگر تست بالا درست بود، یعنی مقدار x به دست آمده کمتر از 5% ماده اولیه بود، پس حل مسئله کاملا درست است و x رو به دست آوردیم، تموم میشه مسئله‌تون. اما اگر تست بالا درست نبود، یعنی مقدار x به دست آمده بیشتر از 5% ماده اولیه بود، پس حل مسئله اینجا چیه؟ نادرست است و باید اون رو به روش معادله درجه دوم به دست بیاوریم. خب یه مسئله حل میکنیم که دقیقاً با این روش آشنا بشید. مسئله قبل، همون مسئله قبلی رو ما دوباره به این روشی که گفتیم حل میکنیم تا شما بیشتر آشنا بشید. هم مسئله گفته غلظت‌های همه اجزای موجود در استیک اسید 1 مولار در 25 درجه سانتیگراد را معین کنید. برای اون مقدار کای A رو این مقدار در نظر بگیرید. خب میام همونجوری می‌نویسم CH3 COOH رفت و برگشتی می‌نویسم H مثبت به اضافه CH3 COOH منفی. این میشه 1 منهای x، این میشه x، این میشه x. خب نوشتم فرض میکنم دیگه. من میدونم اینجا اگه من این معادله رو بنویسم میشه معادله درجه دوم. مشخصه دیگه این x ها میره بالا، یکی منهای x میاد پایین، دوباره مثل همون قبلی طرف این وسط میگم معادله درجه دوم به دست میاد. این معادله درجه دوم من چیه؟ یعنی تو فرمولتون هم x2 داشته باشید هم x. این میشه معادله درجه دوم. اما اگه تو فرمولتون فقط x2 داشته باشید، با یه جذر گرفتن راحت معادله میتونه حل بشه. اما زمانی که هم x2 دارید هم x دارید، باید به اون روشه برید که منفی b به اضافه و مثبت رادیکال، درسته؟ خب پس من میدونم الان این اتفاق میفته برا من، پس میام چیکار میکنم؟ میگم برم اول روش ساده رو امتحان کنم، تستش کنم، شاید جواب داد. اگه جواب داد که هیچی، اگه جواب نداد ما میریم حالا این روش سخته رو بریم. خب پس میام چیکار میکنم؟ میگم فرض میکنیم x عدد کوچکی است و 1 منهای x را به صورت 1 در نظر میگیریم، درسته؟ اینا که سر جاشن. اما این وقتی کوچیک باشه دیگه از 1 کم بشه تاثیر روی 1 نداره. پس 1 منهای x رو میگیرم 1. پس ثابت تعادل کای A برابر است با x در x میشه x2 به روی 1 دیگه. قرار بود اینو 1 بذارم دیگه، 1 منهای x نمیذارم. این همون روش آسون است. خب میام و x2 رو به دست میاریم، برابر است با خب نتیجه میده کای A رو بهم داده دیگه، 1/8 ضرب در 10 به توان منفی 5 برابر است با x2 به روی 1. x2 میشه 1/8 ضرب در 10 به توان منفی 5. از این اگه یه جذر بگیریم x به دست میاد. x میشه 4/2 ضرب در 10 به توان منفی 3. x مون به دست. حالا ما باید تست کنیم. یعنی ببینید من اگه تو امتحان دادم و شما این تست رو انجام ندادی، اصلا از شما قبول نمی‌کنن. چون ما خود به خود نمیتونیم x رو حذف کنیم. حتما باید x موجود باشه. مگه اینکه جواب تستمون بهمون اجازه بده این کار رو انجام بدیم. پس حتما وقتی برای من این مسائل رو حل می‌کنید تو امتحان، تستش هم باهاش حل کنید. ببینید اصلا جواب میده. اگه اوکی بود حالا میگید که دیگه مثلا تمامه. اگه تستش جواب نادرست داد، مجبورید برید و همون اینو 1/x بذارید و تازه از معادله درجه دوم حل کنید. خب تستش چجوریه؟ این x. حالا ببینم x کمتر از 5% ماده اولیه هست یا نیست. من میخوام اینو تست کنم. خب اول ببینم 5% ماده اولیه چنده؟ یعنی 5% این 500 ضرب در ماده اولیه شما 1 برابر است با 500. خب این میشه 500 میشه چی؟ 5% ماده اولیه. حالا اینجا 1 ممکنه مثلا 1 دهم باشه یا هر عددی باشه، ما 5%شو به دست میاریم. خب حالا ببینم این x کوچیکتر این هست یا نه. خب نگاه کنید این حدوداً میشه 4000 دسته این 500 پس این خیلی بزرگتر از اینه. نگاه کنید من نوشتم 4/2 ضرب در 10 به توان منفی 3 کوچیکتر از 500 پس x ما کوچیکتر از 5% ماده اولیه است. پس تستمون اوکی هست، درسته؟ اگه این xی که به دست می آوردید از این عدد 5% ماده اولیه بیشتر بود، میگیم که این درست
نیست، تازه میریم از اول حل میکنیم. پس چون حلش ساده است به امتحانش میارزه، حتما این کار رو اول انجام بدید. حالا شاید ببینیم به قول معروف بخت با شما یار بود و واقعا x کم بود و همین روش بهتون جواب داد. اگرم نه بخت باتون یار نبود که مجبورید به همون روش یک منهای x یا همون x هم در نظر بگیرید، تو فرمول بذارید و به روش معادله درجه دوم حل کنید. خب پس ما خدا رو شکر اوکی بود. پس من میگم غلظت ها رو خواسته دیگه، نه که تا اینجا حل کنید من بعد غلظت 3 تاشو به من بدید، شما بگید x رو به دست آوردم تموم شد. حواستون باشه برای مسئله تا آخر باید پیش برید. پس حالا غلظت ها میشه چی؟ غلظت H مثبت برابر است با غلظت CH3COO منفی برابر است با همون x دیگه. x مون هم چند بود؟ 4/2 ضرب در 10 به توان منفی 3. خب CH3COH چیه؟ خب یکی دیگه. چرا یک منهای x نمی کنم؟ خب ما همین الان فرض کردیم x اینقدر کوچکه حذفش کردیم و هیچ مشکلی هم برای مسئلهمون پیش نیومد، درسته؟ پس من دیگه این x رو اینجا حذف کردم. پس غلظت ماده اولیه من میشه 1. پس این نشون میده، این تست نشون میده که x اینقدر کوچیک بوده که من بذارم یا نذارم تو مخرج زیاد تأثیری روی معادلم نداره، درسته؟ پس حذفش کردم. اما وقتی جوابمون نادرست در میاد یعنی میگه این x زیادم کوچیک نیست، باید حتما ماده اولیه تو منهای اون x کنی که یه عددی به دست بیاد، اون عدد این x قابل حذف کردن نیست. خب پس اینجا وقتی که من x ها حذف کردم و اوکی جواب داد، پس برای غلظت اینو دیگه نمیخوام x ها ازش کم کنم، چون خودم با این شرط اومدم و اینو حل کردم. پس غلظت CH3COHش میشه 1. خب یه تمرینم به شما دادم، لطفا این تمرین رو حل کنید ببینید شما چه جوریه. حالا دقیقا مثل همون دادم و شما اول همون روش ساده رو برید، تست رو بزنید. اگه تست اوکی بود که هیچی، بقیه مسئله‌تون رو حل میکنید تموم میشه. اگه تست نه جواب درستی نداد مجبوری دوباره پاک کنید، یعنی اشتباهه به نظر شما، و از همون روش اولیه برید و معادله درجه دوم رو حل کنید و برای من جواب به دست بیارید. تمرینتون این هست که غلظت‌های همه اجزای موجود در محلول 1/10 مولار HNO2 در 25 درجه سانتیگراد را حساب کنید. کای A رو هم دادم 4.5 ضرب در 10 به توان منفی 4. HNO2 هم آسونه، HNO2 رفت و برگشتی میشه H مثبت به اضافه NO2 منفی. خب ساختارش هم مشخص هست، چیز سختی نیست. فقط دقت کنید به این مسائلی که حل میکنید، حتما به اون نکته‌ای که ما گفتیم که تست انجام دقت کنید. ببینید این فقط برای این نمونه سوالی که من میگم غلظت‌های همه اجزای موجود رو به دست بیارید ایجاد نمیشه. ممکنه مسائل دیگه‌ای هم که حل میکنید همینجوری به معادله درجه دوم بخورید و اون معادله درجه دومش هم همون مشکل هم یک منهای x، درسته؟ شما تو مسائل دیگه هم اگه به این مشکل برخورد کردین یک منهای x رو دوباره مثل همین x رو فرض کنید کوچیکه دیگه، منهای x رو کنارش نذارید، دقیقاً شبیه چیزی که حل کردیم. منظورم از این صحبت اینه که حتما این مسئله نیست که باعث میشه که شما معادله درجه دوم داشته باشید. ممکن است چیز دیگه ای ازتون بخواد، یه دفعه ببینید آره مواجه میشید با معادله درجه دوم و تمام تقصیرام گردن همون یک منهای x است. چون اگه من این x رو بردارم اصلا معادله درجه دوم من میشه چی؟ ساده میشه، معادله درجه دوم ساده میشه و با یه رادیکال راحت حل میشه. خب انشالله اینو حل میکنیم برای جلسه آینده. من میتونم بیشتر تدریس کنم اما چون وارد یه مسئله دیگه میشم که خیلی جدید هست ترجیح میدم که اونو بذارم برای جلسه آینده. پس انشالله تا جلسه آینده موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.